سلام دوستای عزیز، بسیار یک جای شیک، بسیار یک جای زدنی میره خواستم گفتم با شما دوستارم یک به شریک بسازم بدر دیگه نمیشه که از بنام ولی کشور سردینیا میگنش مربوط ترکیه میشه مربوط چی میشه چی میگنش ایتالیا میشه دیگه بسیار یک جای دیدنی مردم به شوق و ذوق بدر سیاحت اینجا میاد. اینی کشتی‌ها که میبینین کلش مربوط ما میشه خب یا کرایی میتونم با مردم ها که میگه دیگه فعلا خودم همینجا آمدم به خاطر ترسد هوا بسیار اگه هوای خوبش بسیار اگه با هوای صحیح این فواره هواست دیگه بلاکا بیادر لپ و جب دیگه اون نواش ایما نمیشه اینی بلاک ایما میشه خطینی خیلی کشتی ها مربوط ما میشه خلاص دیگه بیادر کلام باشی اینجا دوستای عزیز ما را که میبینیم از سردینیا یک تن از جزیره های کشور ایتالیا هستیم فعلا. ما امروز با دوستی عزیز ما با چکر آمدیم معیشت کردن آمدیم دیگه بیادر کلم ما باشی معیشت ما میفهمیم چی هست که عبارت از اینمی چیزا هست. ما دیگه چیزا معیشت نمیکنیم مثلا معیشت ما اینمی چکر و زدنک پیسوسوس دوستا که ما دیگه عبدالشکور نام داره از مزار شریف است بیادر همیشه یک معیشتی آدم است بیادر هم دیگه چیزا معیشت نه اگون خوردنی مردنی و گپا صد به صد دیگه این گکا کس خرکای روزگار ماست دیگه یک تا و بالا چکر میزنیم خطیشون دیگه فعلا اینجا هستیم دیگه توکل ما شما دیگه به خدا الله یار و مددگارتان باشه. خداحافظ. سلام دوستای عزیز، بسیار یک جای شیک بسیار یک جای زدنی میره خواستم گفتم با شما دوستارم یک به شریک بسازم بدر دیگه نمیشه که از بنام ولی کشور سردینیا میگنش مربوط ترکیه میشه مربوط چی میشه چی میگنش ایتالیا میشه دیگه بسیار یک جای دیدنی مردم به شوق و ذوق بدر سیاحت اینجا میاد. اینی کشتی‌ها که میبینین کلش مربوط ما میشه خب یا کرایی میتونم با مردم ها که میگه دیگه فعلا خودم همینجا آمدم به خاطر ترسد هوا بسیار اگه هوای خوبش بسیار اگه با هوای صحیح این فواره هواست دیگه بلاکا بیادر لپ و جب دیگه اون نواش ایما نمیشه اینی بلاک ایما میشه خطینی خیلی کشتی ها مربوط ما میشه خلاص دیگه بیادر کلام باشی اینجا